بترسید از روزی که همه دشمنان خدا را جمع کنند و آنها را در صفوفی به آتش برانند، تا جایی که وقتی به آتش میرسند گوشها و چشمها و پوستهایشان علیه آنها به خاطر عملکردشان شهادت میدهند و آنها به پوستشان گویند چرا علیه ما شهادت دادید؟ جواب دهند خداوند ما را به سخن واداشت، همان خدایی که هر چیز را به سخن وامی دارد، همون که اول بار شما را خلق کرد و به سویش باز می‌گردید. شما اگر اعمال بدتان را در دنیا مخفی نگاه می‌داشتید، به خاطر این نبود که می‌ترسیدید روزی گوش‌ها و چشم‌ها و پوست‌های شما علیه شما شهادت دهند، بلکه به خاطر این بود که گمان می‌کردید خداوند بسیاری از عملکردهای شما را نمی‌داند. و این گمان باطلی بود که نسبت به پروردگارتان میپنداشتید و همین نیز هلاکتان کرد و همه زیانکار شدید.